از نیمه میدانی دسته ازبکستان حالا بازیگران دسته تاجیکستان توپ را به بازی در آوردند و امروز در ورزشگاه متالورگ یگان جای نشست خالی نیست. همه 15,000 جایگاه پر از هواداران فوتبال است. هیئت های دسته ها چنین است: دسته تاجیکستان دروازه‌بان رقم 1 الشیر تویچیف، رقم 3 صاحب سوانقولوف، رقم 4 ایرج رجابوف، رقم 6 davronjon ergashev، رقم 8 محمد علی صادیقوف، رقم 9 نوریدین davronov، رقم 10 جهانگیر جلیلوف، رقم 12 فرهاد وصیف، رقم 18 فتحالله فتحالله‌یف، رقم 21 نومانجان حکیموف و رقم 22 کاپیتانی دسته یوسف ردیف. همه بازیگران بجز رقم 21 نومانجان حکیموف که همدیگری باشگاه فوتبالی ریگر تدبی ترکیزاده است، دیگر همه از دسته قهرمان فوتبال تاجیکستان استقلال دوشنبه می باشند. نوریدین davronov خطا کرد، توپ را گینریخ گرفت. بازیگری پرتجربه دسته ازبکستان و حالا گینریخ از سمت چپ او هم به خطایی راه داد. هیئت دسته ازبکستان دروازه‌بان رقم 3 شفقت جان مولاجانوف، رقم 7 عزیزبek حیدرов، رقم 8 کاپیتانی دسته سرور جیپارov، ما او را میتوانیم همچنین سرور جباروف بگوییم. رقم 9 عادل احمدوف، ضربه گینریخ، توپ در جریمه‌گاه، باز یک ضربه او و توپ از نزد ستون دروازه تاجیکستان گذشته از میدان بیرون شد. رقم 9 عادل احمدوف، رقم 12 ایگناتی نیستیروف، رقم 14 استانیسلاف اندریف، رقم 15 الکساندر گینریخ، رقم 16 ماکسیم شاتسکیف، رقم 19 ویتالی گینیسوف، رقم 20 اسلام توفتخونجایف و رقم 22 ویکتور کارپنکو. این است هیئت‌های اساسی هر دو دسته. سرمربی دسته تاجیکستان عالمجان رفیقوف، سرمربی دسته ازبکستان وادیم ابراموف. دوستان عزیز، حالا با توپ بازیگران دسته ازبکستان، بازیگران دسته تاجیکستان توپ را گرفتند و حالا از سمت چپی میدان خود، نیمه میدان خود با نیمه میدان دسته مهمانان گذشتند. بازی دسته های منتخبی تاجیکستان و ازبکستان همیشه پرشدت، تیز و تند، شوق‌انگیز صورت میگیرد و باید گفتی از سال 1992 تا این جانب این بازی هفتم میان دسته های تاجیکستان و ازبکستان است و مهمانان برتری دارند. آنها در دو بازی پیروزی به دست آوردند. یک بازی با نفع فوتبال بازانی تاجیک انجام یافته است و سه بازی به نتیجه مساوی به آخر رسیده است. تناسب توپ‌ها نیز به فایده فوتبال بازانی ازبکستان است. 12-8 و حالا توپ را از جریمه‌گاه دسته‌اش صاحب سوانقولوف حمایتگر زده از خط میدان بیرون کرد. بازیگران دسته ازبکستان توپ را با دستشان و بازی می‌دارند و حالا به غیر از دروازه‌بان شفقت جان مولاجانوف دیگر همه در نیمه میدانی دسته تاجیکستان، علل خصوص در جریمه‌گاه دسته تاجیکستان بازیگران زیاد جمع آمدند و حالا با توپ بازیگران دسته تاجیکستان و آنها توپ را خطا زدند. در اینجا قاعده بازی از جانب فوتبال بازی ازبکستان ویران شد و از نیمه میدان خود حالا رقم 6 davronjon ergashev بازیگری تاجیکستان زود توپ را به رقم 9 نوریدین davronov پرتافت. با توپ باز نوریدین davronov، رقم 4 ایرج رجابوف، فتحالله فتحالله‌یف با ایرج رجابوف تماداد و حالا بازیگران دسته تاجیکستان دروازه‌بان الشیر تویچیف توپ را گرفت و اینک davronjon ergashev از راست فتحالله فتحالله‌یف در احاطه چند نفر بازیگر دسته ازبکستان توپ هوا داده نوریدین davronov را بگیرد. بازیگر رقم 21 نومانجان حکیموف سراسیمه نشد و او میبایست حتما
برای گرفتن توپ تلاش میکرد. چنانکه میبینیم دقیقه‌های اولی بازی خیلی پرشدت صورت گرفته است با هجوم‌های طرفین و تا اندازه بازیگران دسته تاجیکستان برتری دارند و آنها حالا تیزتر بیشتر به هجوم میگذارند. دروازه‌بان شفقت جان مولاجانوف دروازه‌بان دسته ازبکستان توپ را پرداخت و حالا با دستشان بازیگران دسته تاجیکستان توپ را به بازی می‌دارند. باید گفت که ورزشگاه متالورگی شهر ترسوزاده امروز نمودی ادامه دارد و این بازی در روزهای تجلیل جشن بزرگ برای هر دو کشور استقلال دولتی هم جمهوری ازبکستان و هم جمهوری تاجیکستان برپا شده است و فوتبالبازان هر دو دسته کوشش به خرج می‌دهند که بازی خیلی شوق‌انگیز پرشدت نشان بدهند و خاطر هواداران خود را شاد گردانند و چمن یا اینکه علف این میدان در این مورد در تاجیکستان بهترین است. بنابراین این میدان را انتخاب کردند و این میدان حالا میدان است که در آنجا دو دسته آسیای مرکزی، دو دسته ملی، دسته های تاجیکستان و ازبکستان رقابت دارند. ما بعد 15 سال مخلصان فوتبال تاجیک باز امکان پیدا کردیم که بازی هر دو دسته منتخبی هر دو کشور را در تاجیکستان تماشا کنیم و اگر در خاطر داشته باشید این را مخلصان بزرگسال و میانه سال خوب در خاطر دارند. 15 سال مقدم دسته تاجیکستان در بازی برای جام آسیا در سبقت انتخابی بر دسته ازبکستان با حساب 4-0 در ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه پیروزی به دست آورده بود و بازی جوابی در تاشکند با حساب 5-0 در زمان اضافی با پیروزی فوتبالبازان ازبکستان انجام یافته بود و آنها راحت گرفتند به دوره بعدی. امروز مخلصان دسته تاجیکستان با پرچم‌های ملی دولتی کشور دستهشان را دستگیری میکنند و البته دسته ازبکستان دسته پرقوت است و چنانکه دیروز در کنفرانس مطبوعات در نشست مطبوعاتی ودیم ابراموف سرمربی این دسته به خبرنگاران گفت این دسته تنها با یک مقصد پای بر این میدان می‌نهد، تنها با مقصد پیروزی. ولی سرمربی دسته تاجیکستان عالمجان رفیقوف هم پس نآمد. او گفت که ما هم کوشش به خرج می‌دهیم که بازی خوب نشان دهیم و مقابلتی سخت نشان دهیم، با شدت بازی کنیم و همچنین و تارهای عصبی بازیگران ازبکستان گاه ناخون بزنیم. و امروز معلوم است که هر دو سرمربی ها و گفته های خود حالا آنها ثابت هستند و توپ در نیمه میدانی دسته ازبکستان است. با توپ بازیگران دسته تاجیکستان مهمانان توپ را گرفتند و حالا از نیمه میدانی خود از سمت چپ به هجوم میگذارند. با خطای استانیسلاف اندریف راه داد و در لحظه آخر ایراج رجبوف حمایتگری دسته تاجیکستان توپ را از خط میدان بیرون ساخت. رقم 19 ویتالی دینیسوف توپ را به بازی می‌دارد و 19 نفر بازیگران به تاجیکستان آمدند در هیئت دسته منتخبی ملی ازبکستان و 12 نفری آنها لگیونر هستند. نورجان حکیموف، نوردین دورانوف بازیگران دسته ازبکستان توپ را گرفتند و حالا عزیزبک حیدرов با توپ بود. توپ را به طرف راست میدان هوا داد. عزیزبک حیدرов و 12 نفر در دسته های گوناگون کشورهای مختلف بازی میکنند از دسته ازبکستان. توپ را استانیسلاف اندریف داشته نتوانست، آن از خط میدان بیرون شد.